درود خدمت هنرآموزان عزیز و گرامی و دوست داشتنی، فریبرز ترابی هستم. برای مدرک کارشناسی ارشد پژوهش هنر و نوازندگی موسیقی ایرانی. این جلسه براتون طریقه دست گرفتن گیتار در سبک پاپ رو میخوام بهتون آموزش بدم. این حفره رو مشاهده که میکنید، پای چپ روی پای راست میشینه و این گودی گیتار قرار میگیره. به این شکل فکر کنید یه دوستی داری تو مدرسه که همیشه دستتون میذاری شونش، اینجا آرنج قرار میگیره و خود دست راست اتوماتیک وار میاد رو سیم شیشه میاد. گیتار رو من چیکار کردم؟ چسبوندم به قشنگ سینم. آرنج دست راست اینجا قرار میگیره. فکر کن شما یه دوستی داری تو مدرسه باش رفیق هستی، همیشه دستتو میذاری رو شونش، ناخودآگاه خودش میره دسته به سمت سیم شیشه. این اکو رو فراموش نکنید. دوستتون دارم، به خدای مهربون میسپارم. سلام و درود، من فریبرز ترابی هستم، مدرس فرهنگسرای عطار نیشابوری، داره مدرک دانشگاهی ارشد پژوهش هنر و کارشناسی نوازندگی موسیقی. دو تا پست قبلیم اگه خاطرتون باشه 2 تا عکس گذاشتم، اسم نام‌های گیتار و اسامی 2 دسته گیتار. این جلسه میخوام بهتون توضیح بدم. 6 تا سیم گیتار هستش، از بالا 3 تا سیم بیس، می، لا، ره، سول، سی، می. مورد رسول سی می. بریم برای معرفی 2 تا انگشتان دستمون. انگشت دست راست پی، اشاره آی، وسطی میانی ام، انگشتری و آخر ایکس. انگشتان دست چپ صفر یا تی که پشت دسته گیتار قرار میگیره. 1 2 3 4. روز خوبی رو براتون آرزومندم. آموزش‌های من رو دنبال کنید، حتما به یه نوازنده خوب تبدیل میشید. من اینو بهتون قول میدم. نتایج رو نگاه کنید، خودتون متوجه میشید. تو جلسه دوم اومده داره ملودی میزنه.